امسال برای شما یک سال خیلی باقرار بود و سرودهای شما هم امسال در میان سرودهای سرشنونده ترین جای گرفتن. سلامت باشید. اول سلام عرض میکنم به کل شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی و با سال نو میلادی می آمدگی همه شما رو تبریک میگویم و میخوام همیشه خوشبخت، سربلند و در سال نو کامیابی های نو به نو به دست آرید. نگین سالی که سپری شد روزی هست؟ برای من این سال گویم سال موفق ترین بود. خطا نمیکنم، اکنون آینده رو هیچی گفته نمیتونم، چون توانستم این سال سرودهای ثبت کنم، کلیپ های به نوار بیارم و در ایجادات خودم هم چیزایی پیدا کنم که به کل مخلصانم پسند آمد و بسیار از این سال می‌ندار هستم، چون کنسرت های زیاد داشتیم، چون با مخلصانم روبرو بودم همه وقت دوامی سال. بله بسیار راضی هستم از این سال. نگینه چون این سال که گفتید برای تو سال خیلی موفق هم بود و سفرها هم داشتید به خارج از کشور، ولی سفرهای شما نسبتا کمتر است. چرا؟ چون ما زیادتر سفرهای هنری که از توسط چی می شود روزهای فرهنگ تاجیکستان در یگان دولت می شود، با این سفرها می توانیم فقط سفر کرده، چون بسیار چرابینی های حکومتی همان زیاد است در دوشنبه و از این سبب بسیار خارج رفته نمی توانم، چون چرابینی ما بسیار زیاد است و وقت کم است. از سال 2015 برای خودتان همچون هنرمند چی آرزو دارید؟ شاید نقشه های جدی داره که باید عملی کنید؟ بله نقشه ها زیاد هستند، چون نیت دارم باز یک کنسرت جدید در سال 2015 اولی سال 2015 برپا کنم در انشاءالله در کاخی باربد و بسیار نقشه های دیگر هم دارم. میگن اگر نقشه خود رو گویی عملی نمی شود، برای همین همش گفته نمی توانم.